روزگار سخت که برادرم خوب مبلغ و اون کرایه زحمت مهنتش اون وقت کرایه نبود، زیرا حق مهنتش رو با همون مساله خواجگی قشلاق میدادند. اون وقت همین گونه زمانی بود و نمیتوانست برادرم برابر فرزندای خودش به من زیاد چیزی خریداری کند یا چیزی نوی خرد. و یک روزی بود برف زیاد بارید شبانه. خب سحر برخواستم، یک کلوشکی داشتم که دریده بود همون هم و دیدم که برادرم بیل میکرد، برف ها رو بیل کرده تا سری کوچه راه کشاده بود و من به همون راه برآمدم. در تن یک کمزولکی خوب پختگینی داشتم و در پا همون کلوشکی وی. وقتی که خلطه کتابم رو گرفته الکی به مکتب روان شدم، یکی دیدم پیش مردم راه رفتن، راه هموار کردن کم کم، ولی برف زیاد بود و کلوشه من از برف پرو میشد و همین هنگام یکی به قفا نگاه کردم که برادرم از پس من نگاه دارد. من فهمیدم که چرا نگاه دارد و میفهمید که من چگونه به مکتب میروم و این کلوشه که دریده و پوری برف شده بود الکی. خب هنگامی که مکتب اومدم همون روز راهبر صنف ما یکی اعلان کردن که بچه ها برای حاضر کودکای یتیم به مکتب ما کمک آوردن و نام مرا گرفتن که برای من یک موزه ریزینی تحفه کردن. و وقتی که من همون موزه را گرفته در بغل پخش کردم، برای من گویا یک دنیای بود که گویا تمام از شادی های و فرح و از خرسندی پر شده بود. و وقتی که پوشیده به خانه آمدم، برادرم گفتم که انا به من موزه دادن، نگاه کردم که در چشم برادرم اشک بود و گفت خب اکنون دیگر پاهات خنک نمیخورد. زیاد این در نامه به برادر من کودکی های خود را اونجا زیاد یادآور شدم و اونجا همین یک قصه کوتاهی است که وقتی ما تعطیل خانه آمدیم، برادرم وقتی گسیل، وقتی به دوشنبه آمدن ما برف زیاد بارید، یخ بندی بود همه جا. وقتی که به فرودگاه خجند رسیدیم راه بند بود، رفتن مشکل، برف تا نیمه قد می آمد. باز در دست برادرم جامدان های ما، خواهرم پیش خوب ویم در دستش بارش بود. من تنها از قفا می رفتم و از بس که راه گشتن من مشکل بود تا قدم چند رفتم که نتوانستم دیگر اون طرف رفتن. بعد برادرم گفت منتظر باش، من حاضر می آیم و رفت. برو خواهرم مانده. من تا همون وقت ایستادم در همون جایی که برف بسیار بود. بعد آمد و شیش در زمین و سوار شو پشتم. من هرچند گویم سوار شو و پشتاره کنان مرا تا خود ایرپورت آورد. همون وقت من و خواهرم یادم است که موزه ها ما میکشیدیم، موزه یخ بسته بود در پا، همین قدر خنکی. ببینید که به همین مشکلی ها نگاه نکرده برادرم ما رو تربیه نمود، صاحب معلومات عالی کرد. خواهرم دختر است صباحت. خب من به این راه به واسطه کتاب تا همین جا رسیدیم و بعدی که مکتب میانه رو ختم کردم